وزارت نقلیات تاجیکستان با نشر یک اطلاعیه ویژه در سامانه رسمی وزارت نرخ سفر با قطار روی آهن تا روسیه را اعلام کرد. روای قطارهای مسافرکش بین تاجیکستان و روسیه از 16 آگوست یعنی الکی از روز سه‌شنبه هفته آینده از سر گرفته می شود و نخستین قطار بین 1.5 سال تنفس مسافران را از شهر کولوب تاجیکستان تا شهر ولگگراد روسیه خواهد برد. ارزش بلیط در قطارهای مسافربری بین المللی شرکت راه آهن تاجیکستان در خط سیر کولوب ولگگراد در واگن‌های پلاس-کارتی 1580 سومونی یا $150 و در واگن‌های کوپه 240 سومونی قریب $200 مقرر گردیده. در دیگر خط سیرها هم در موافقت با کشورهایی که قطار سرحدشان را عبور می‌کند نرخ بلیط معین کرده می شود. برای مقایسه نرخ پرواز به روسیه با هواپیما تقریبا از 4000 سومونی شروع شده تا حدود 7000 سومونی می رسد. روسیه حرکت قطارهای مسافرکش با تاجیکستان را ماه مارس سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس منع کرده بود. حرکت هواپیماها بین دو کشور الکی از 1 اپریل سال 2021 از سر گرفته شد، ولی برقرار کردن حرکت قطارهای مسافرکش 1.5 سال طول کشید. طبق توافق بین دو کشور قرار است از 16 آگوست حرکت قطارهای مسافرکش در خط سیر کولوب ولگگراد، از 27 آگوست در خط سیر دوشنبه ولگگراد، از 7 سپتامبر در خط سیر خوجند ولگگراد برآمده شود. نرخ سفر با قطار راه آهن برای مهاجران کاری ارزانتر است، ولی آنها برای رسانیدن خود به دیگر منطقه‌های روسیه مجبور می‌شوند از قطار و هواپیماهای داخلی روسیه استفاده کنند. بنا به آخرین آمار نشر شده جانب روسیه، در نیمه اول سال جاری 852,000 نفر از زادگان تاجیکستان با مقصد کار به روسیه آمده در نهادهای مهاجرتی این کشور خود را همچون مهاجر کاری ثبت نام کردند، ولی مقامات تاجیکستان میگویند در نیمه اول سال مگی 322,000 نفر از شهروندان تاجیک برای کار به خارج رفتند.